عادتهای اصلی تغییر یک عادت تغییر همه چیز. نویسنده مفهوم عادتهای اصلی را مطرح میکنه. اینها عادتهایی هستند که وقتی تغییر میکنن اثر دومینه‌وار بر دیگر جنبه‌های زندگی ما دارن. مثلا ورزش کردن یک عادت اصلی میتواند منجر به بهبود رژیم غذایی، خواب بهتر، افزایش بهره‌وری کاری و حتی کاهش استرس شود. پیدا کردن و تمرکز بر این عادتهای اصلی میتواند نقطه شروعی برای تغییرات بزرگ باشد. شرکت‌های مانند آلکوا با تمرکز بر عادت ایمنی به عنوان یک عادت اصلی نه تنها تعداد حوادث را کاهش میدهند، بلکه سودآوری خود را نیز به شدت افزایش میدهند. اراده نقش حیاتی در شکل‌دهی و حفظ عادت‌ها دارد. نویسنده توضیح میده که اراده مانند یک عضله است. هرچی بیشتر از آن استفاده کنیم قوی‌تر می‌شود، اما همچنان مثل یک عضله ممکن است خسته شود. افرادی که اراده قوی‌تر دارند اغلب در زندگی موفق‌تر هستند. تمرین‌هایی برای افزایش اراده مانند برنامه‌ریزی قبلی برای مواجهه با وسوسه‌ها یا انجام کارهای چالش برانگیز می‌تواند به تقویت این عضله کمک کند. چگونه سازمان‌ها و جوامع تغییر می‌کنند؟ کتاب تنها به افراد نمی‌پردازد. نویسنده نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز دارای عادت هستند. گاهی اوقات این عادت‌ها به فرهنگ سازمانی تبدیل می‌شود و می‌تواند به موفقیت شکست یک شرکت منجر شود. برای تغییر یک سازمان ابتدا باید عادت‌های آن را شناسایی کرد. او مثال‌هایی از شرکت استارباکس می‌آورد که با آموزش‌های خاص به کارکنان خود عادت‌های در آن ایجاد کردند که منجر به بهبود خدمات مشتری می‌شود. در سطح جامعه، نویسنده به جنبش‌های حقوق مدنی در آمریکا اشاره می‌کند. او نشان می‌دهد که چگونه رهبران این جنبش با استفاده از درک صحیح از عادت‌ها و تغییر سرنخ و پاداش‌ها توانستند توده مردم را بسیج کنند و تغییر اجتماعی بزرگی را رقم بزنند. نقش بحران در تغییر عادت‌ها. نویسنده توضیح می‌دهد که بحران‌ها می‌تواند فرصت طلایی برای تغییر عادت‌ها باشد. وقتی افراد یا سازمان‌ها یا بحرانی روبرو می‌شوند، عادت‌های قدیمی ممکن است کارایی خود را از دست بدهند و اینجاست که فرصت برای ایجاد عادت‌های جدید و موثرتر فراهم می‌شود. با این حال استفاده از این فرصت نیازمند رهبر قوی و برنامه‌ریزی دقیق